حالا چی آماده فقط شوروا تیار آماده است که دلت قرمه‌ای بکشم بره دلت نان تر کردم میخوری هر رقمی که تنظیمش کردی تنظیم کنیم دوستا دیگه امروز ما مهمان کاکا جان هستیم میکنم آمدیم چی که تیار است دیگه میره نوش جان میکنم بردگان چیز میکنم بخیر بگی بخیر دیگه آماده کو دیگه صحیح که هر کل ما بخوریم دیگه بیا تو پولی بشک تو کارا بگی سلات بگی عکسش بگی سلات وقت جور کرده بودی سلات فقط نه 10 بجه ولی یک ذره نارین انداختم خراب نیست من چیزی خراب در شما نمیتونم خب بله نظری صاحب دونان داشته باشی وای تو تاله دار که گوشتش هست که بلازی خدا گوشت هم داره 70 را پر گوشت گرفتم از قصابی مگم بره بره بهت گفتم مک شوروا میکنم والا خانه شابات باز داد خب گفتک بگی خیلی گفتک کاکا تو مسافر هستی گفتک فهمید والا ما گفتم نمیشه اتاق که ماست گفتم باز گفتک خیلی بگی گفتک کاکا جان بخیر نوش جانت ما دروغ نمیگم که والا ما چی 400 را پر گوشت گرفتم گفت برات بگم بله عبرت کو که دسترخوان نداره کاکا جان آقا اگر یک دسترخوان 50 روپیه 30 روپیه است من نمیتونم خرید بخرم نه اما دلم زندگی سیاس دیگه چی کنم گفتم که یک نفر هستم دسترخوانش چی کنم یک اخبار میمونم گفتم نان خودم میخورم خوبش نگفتم اگر 2 نفر باشه والله رفته دسترخوان برش میارم بله وا یعنی الله دست که میگه مدد گفتم که 70 روپیه گوشت داد مردکه این دروغ نیست بره فهمیدنی گوشتی بره اگر ما 100 روپیه 200 روپیه بگیریم چی من خورده نمیتونم نه نظر صاحب برای یک نفر جور برای یک نفر جور 3 نفر چون شروع دامنش کلان است صرف برای یک نفر بچیم برای یک نفر اینه بچه میلیم نان گرم یم بدن بیا دیگه بیا جانم والله بسیار خوب بچه سیم خطا نمیره از پیش من دیگه از پیش من نفر خطا نمیره سیل کنم میفهم چی رقم آدم هستی کرمینال تکنیک نه خدا یارت مسلک بسیار خاطر خندشگیر جان بیا بچه بیا دیگه خب دوستا دیگه یک دو لقمه ما تو موضوع تصویر بگیره که دوستان ببینه که ما چی رقم نان میخوریم وا بشک خب هموطنا دیگه واقعا که یک چیز مزه‌دار است والا ما خود تعریف نکنیم گمش گو یکی مذاقه که واقعا یکی تو با درو میگه والله اینطور است یک ذره تند و تیز میخوری دیگه والا تند که نباشه مزه نمیده بله موجا خوبش بود اگه نکنم تند زیاد هم دمی وظیفه خود نان خاص برای خود میتلبیستی یا نه همه چیزی که سربازی ها میخورد باورت به یک نفر بگی باورش نمیه مردم ها ایران میمون میگه روخان موترها رسایی که زندگی رسایی که در تامخانه میره نان میخوره در تامخانه میتونه که بره کرایی بخوره قابلی بخوره راست خب یک سوال کردی دیدیم هم نفرها را نان قربانه نخورد رشوت بگیرتن نه پیسه زیاد بود میره باز میره کرایی و کباب شواری نام میاد میزد پاس میاد باز من میفهمیدم راستی بات بگم چی خب یک سوالای میکنی بچیم حالا خدا اند کجا هست داغ اولادت نمیبینی والله بچیم اگه نمیبینی اونا را نمیبینی بچیم میگه بد نکو که بد نبینی نفر گرفته شد اشرار میگفت سابق فهمیدن نظری صاحب گرفته شد البته میفهمیدم مردم که من نمیگرفتم رشوت یک زندگی آرام داشتیم نفر گریخت اما شب که نوکری بودم نفر گریخت امنیت دولتی یک وقت خود ده میگفتن یاد شما میشی میان نمی وقت نجیب خدا بیامرزش والا میگفت روخان ایلا خدا چند گرفته ایلا که دو اشرار میگه قماندان اشرار والا دیگه سای مصابات در جلسه گفته دانتان بند کنین گفته شما شاید گرفته باشین گفتم ما روخان نگرفته گفته پیسه گفتن روخان والا خبرم داشته باشه خدا خو بیامرزشان مولا که اگر جایی باشن خدا بیامرزشان اگه زنده باشن نوش جانشان نمیگرفتم انسانای بود خودش هم نمیگرفت پیسه رشوت نمیگرفت در جلسه والا رقم دیگه ور که بیشتر قصه کردم در پر نشان بیتین تو چاری کار بشید میده این دروغ نیست کو حال شرایط تغییر خورده خدا کنه ببینم بچه منمت ما وری شوی از ما بدتر شوی بلای یک دفعه بخیر خارج بره باز ما تو گپ میزنیم بچه فهمید دیگه اگه هر کار سرت میتونم هر کار والله بلا هر کار خطرناک میتونم مگه ما گفتیم که به خدای پاک اگه نه با قرآن بانم که قابلی جوانه بخوری
دیشار قومی مستی نامرد استی مگم ولی کاکا برو برو جایی که ولی شرایط تغییر خورده دمی کابل هم دمی کابل به می روزی 2 ماه پیش ای به یک فیلم نواست باز همون نفرها میفهمه که کی هست کی نمیگه جان آقا دما معلوم است فهمیدنی بعد دعا میکنم بچیم از ما بدتر شوی دور از همون دخترکایت باشه بچیم اونا دخترکای ما نوازای ما دخترای بچیم دور از اونا باشه تالیدار بود که از پیش تو خائن از پیش تو ظالم اینا میرن ما دمی خوش هستم شرایط تو تغییر کرده بود ولی موتر داری ولی کل رای $40,000 ولی بدر جوانی تو پیسه دار شدی ولی شرایط تغییر خورده برو فلانی جای جای بگی او به شک به خدا بس اما تو شرایط تغییر خورده باز دستی که دلم درد کرد دوباره گفتم که اونم تو بچه ماری پنده که در پشتت باشه بری خدای پاک بچیم اگه نیوال هر کار در خدمتانم من بشنو بچیم بمی روزی هر کار میتونم قدمی مردم میتونم دمی رژیم میتونم میفهمید سر به سرت که میگه بولک کنم بیایم دم خونت میتونم اما نمیکنم در خدا سپردیم بولک کنم میتونم هم تو ضربه کن 100 مرمی در فرق دی میتونم اما نمیکنم در خدا سپردیم من بنده خدا مردای خدا گفته که بچه مر کس را ظلم کرد خیانت کرد بگو که خدا بنده از ناتوانات هستیم توانات است صبر میکنه و حوصله میکنه به تو توانات سپردیم برون بخو نوش جان بیا بچیم بلا بیا خوردم بچیم کاکا دلش به درد کرده که آدم یک دوست گفته یک هموطن گفته یک قوم گفته نه با تو مثلا پناه میارن بالله تا بگیرم نظری صاحب بچم داخل اولادت نبینی بچم قدیم دیوالت قدیم شبکه رو تکرار میکنم چرا او دفعه که ما که سر خوردیم دفعه اول گفت که انت در یک جایی که خانه دوست هستیم دیگه دفعه که آمدیم اونم ملقم کرد اونم قومای زمیناشون مکز میشه که برآمدم نمیگم نامش نمیگیرم خودشان میفهمه اون قومای زمین عظیمی خاندان است که شرایط تغییر کرده گفتک خیرم فهمانده باشن دیگه خیرات سر نم دختر هست بچیم پریای کوی قافس که دختریم باشن خیرات سر ازاز کل تو به تو موتر $40,000 چکر میزنی کولر تا $20,000 خریدی 40,000 افغانی خریدی گوگرد نداشتی که در بده دیگدانه ولی تو شرایط تغییر خورده برو کاکای گاون جای دیگه به قرآن به روزی که میتونم بچین دلم سر بساق گفت که ما نمیکنم در خدا سپردم بعد میشنه اون تلفن ها داره اونا میدونه بیا بچه بیا صدقه چم بیا یک لقمه بخور که دلم جمع شه بچه همین گپای تا باز نشر کنیم ببینیم همین گپا رو نشر نکردی تا عمر مسقط دیگه گپ نمیزنم نظری صاحب بله که جوانم بفهمه که او سر کدام میاد مگم نامش نمیگیره هر کس بده کدام قومش بده دیگه سه دفعه تکرار کردم بچه از ما بدتر شوی گفتم از ما بدتر شوی گفتم فهمیدنی از ما بدتر شوی دوستان ما دیگه نان نوش جان میکنیم بعد از او باز در خدمت هستیم معاون اوزی اول سر پل بودم معاون اوزی اول سر پل بودم یعنی جد ایراد بودم قطعی بابا جان میگه معاون اوزیش 6 سر پل بود چیز ایراد بودم بله فهمیدنی و یا مکسم از مولا صاحب است که به احترامشان هم تو نگاه کردیم تا که زنده باشم یعنی مادرم است یعنی در پشاور بودم جوانی در پشاور بودم نظری صاحب خب تو باش که پیش از او بریم اینجا گپ داریم ما این بچه کی است این هم بچه است این هم بچه است این دیگه کار نداره می این در پاکستان است این قطعی من کدام کار نداره راستی برد از دیگه بچه ها دیگه نگفتم و این باشه شاینک باشه رمیشه که نفر در دستش بود قطعی کامرا در پشاور ما گفتم این موترکم بود فهمیدنی گفتم بیا خیلی عکس بگیریم قطعی موتر داشت که شما دمی کل رهبرای امارت اسلامی دیگه ای آدم حتما دوست داری که کلش دوستانم خب باز نمیره از یک موتر بود از قرار حضور کردم گفتم میره به تگه اتاق کم بالا باز خوشم شد باز قدیم بیرقم بریم داد فهمیدنی ها نظری صاحب اینجا دیگه در جریان وظیفه بودی در جریان وظیفه بودم در حوزه اول سر پل بودم و ای پایین اون واسه ما خب بیا که بریم این طرف که اینجا چی است اینی بچه‌ایم است یعنی یک وقت بدر جانی در خانه کرزای صاحب بیدی رفته بودم بیدی رفته خودم هستم واسط کسی یعنی در قماندانی امنیه کابل بودم قطعی با جان دمی قماندانی امنیه کابل بودم وظیفه واسط کسی شما فهمیدنی این بچه است بچه تاست یا دوش یکیست و یام قطعی مشاور کریمینال تکنیک پلیس انترپول اتحادیه اروپا ما کورس خواندم در قاطع 100 نفر مسلکم کریمینال تکنیک بود نه دیگه نفهمیدن باز دم یک دیپلم داد که دیپلمم در پیشم حاضر است که 2 روپیه کس نمیخره آلاس پیش دم پیشم است که 2 روپیه کس نمیخره مسلکم کریمینال تکنیک بود دیگه سای
سبا نفهمید. باز من کریمینال تکنیک به معنایی که تلفن را ردیابی میکنه. نه قتل و سرقت و بررسی میکنه. ولی بایومتریک برآمده. من قلف یک آدم دست میزنه. خطا نمیرفت از پیشم دیگه. نمیت که میکردم تو میگفتین من نیستم، میگفتم نه دروغ نگو بچه ما. یا آشپزخانه است دیگه. آشپزخانه است صدقه چم فهمیدانی. دستی که جگر خون شدم شب ما گفتم میگم خانه فرنی پخته میکردن باز نمیره شب گرفتم فرنی پخته کردم بچه مگه میخوری بخود صدقه چم. دیگه برای ما پخته کردم. برابر اگه نخوری خفا میشم باز از پیشتان دیگه. بخورین بچه. ولی اگه در زندگی خارجی نظری سب تو مرا باز شب پیدا کردی. برابر که در جهان بچه مگه تو خدای با خواستی بچه. اب جهان میگم که یادم احتیاط کنی میگه ولی راستی حقیقت نفر پیدا میکنه میگه بلاز خدای نه اتاق بس تک تنها هستم نظری صاحب تک تنها بچه خدا دیگه کس نیست. یگان تو میگه من کسی کوی ندارم دروغ میگه. یگان که در سرکام میگشتم ولی او کارم نیست من خودی ده بدونی ولی خدا نخواستم یک نفر میگیرم ملابت گدایگر از گفتم مرا میبرک بندی میکنه ترسیدم بچه ترسیدم من گفتم بیا خدا مهربان است 3000 میره کیلومتر میشه هستم نظری صاحب صد قشه. یعنی از روی بازار که امارت اسلامی گدا را جمع میکرد از ترس از تو هم نمیرم که بیخی از دالک پیدا کنم نمیرم مگه آدم مرا میگیردم جمله گدا میگه بیا بهتر تو هم برم اونجا بایومتریک میکنم پیش جوان رشقان زنم دیگه میشم چی فایده میکنم دیگه نرفتم بچه. خب از این چیزا حتما نظر کدامش خاطره داری دیگه؟ دارم خاطره دارم صدقه شما دارم اینجا در کماندانی امنیت کابل بازم صدقه شما اینجا گفتم برات دیپلم نشان میدم برات که دقیقاً 100 نفر سایم سبا پروژکتور نشان دادم 100 نفر سایم سبا نمیفهمید. اتحادیه اروپا پلیس اینترپل گفت که که مصرف کرد جرمنی ولی یک نفر یکیش نمیفهمه دست بالا کردم تمام کار کلمه تکنیک اجرات کردم. باز همین مشاور اتحادیه اروپا من گفت ترجمانش گفت در یک کس نگوی دیگه سایم سبا گفتم ما برات یک چیز میتیم که تقدیرنامه من گفت تلفنای رقمی داری که برات ایمیل رقمی کنم مکتوب نیست یک تلفن دارم من بگم گل میشه خندام کردن باز دیگه این نظری صاحب صدقه شما یک دنیای نامرد از یک آنتا میگم کسی کوی نداره من گفت که من کشیدن از خانه دروغ نبود بچه والله اگه داشته باشم به الله اگه کسی داشته باشم نظری صاحب داری خدا قصید نه آفرین ندارم برای که داری ندارم بگو دیگه اون گفته که در مصاحبه دیگه گفته که چند بچه داری من گفتم 3 تا بچه دارم که یک وقت 16 پول میگفتن تا 50 سال پیش ولی با خودت یک گفتی صدای تا میامد یک وقت من نشان داد گفتی که گفتی ولی تو قرآن رو پاس با شما گفتی که امترات گفتم 16 پول نمیخرم با خدا مو گپ راست بود صدقه شم نظری صاحب درو ترین بچه‌م زنده باشی که بچه‌م خدمت بسیار ما کم نفر میکنی بگو بچه گردن دای نستری بچه دعا کرد بگو اشکاش دم چش بگو دعا کرد بچه تو خدمت ازیره میکنی بگو بچه داغی هم اولادایت نبینی قد مادرت گرد خیر ببین قد مادرت گرد من یاد کردم که اگه گفتم یک ذره فیرینی با چی گفتم یک دونه دیش از چی بیارم دیش هم دیدم پلاستیک کرده بازار گفتم بیار وقتی نظری سوی بخیر گفتم دم نواسگا که یک ذره فیرینی مادرکش گفتم جور میکنم قد مادرک ما گفتم دم چیز کده دیگه کسی نمیشه دیدگ میبری لایت میگیرم اما نخواد بگیرد کدام کنه بروش آورد. خب تو اونجا پیش دروازه کدام چیز بود امیر دوستا در جریان نان خوردن در جریان نان خوردن سرش گپ زدیم چی نوشته کردیره؟ گرفته رایستان چی خاطر؟ به این خاطر نوشته کردم که نظری صاحب باورت به که ما در مشاعری که ایره نوشته کرده ایره گفته 2 بجه شب دعا کردم اشکایم در چشم بود ما گفتم هر شاعری که ایره گرفته رایست هر شاعری که ایره نوشته کرده ولی 100 سال پیش بود 200 سال پیش بود خدا حافظ کنه گفتم خدای پاک گفتم بیا مرزه گفتم اما گناهش سر ما حساب کنه که چی فهمیده بود که نوشته کرده که گل مزن دیواری بی بنیاد را بله سرکو گل مزن دیواری بی بنیاد را خدمت سگ را بکن نه از آدم کمزاد را بلاز خدا شب 20 سنبله 2 بجه شب بدرش 14 شب به عشق الله به خاطر کمزادها نوشته شده به خاطر کمزادهایی که در قیمت دیدم در مشاعره که دعا کردم نظری صاحب از این خاطر که دیگه از این خاطر حال پیشتر یک سوال کردی که اگه بلبل باشه میگید اگه 70 سال 80 ساله خاطری گفتم اگه کنه خانه باشه یک پاپیگک بگیرم خدمت امور کنه گفتم بعضی بات بله این اینجا راه نداره دیگه بلاک نمیشه شعر برای ما معنا که هدفش چی بوده هدفش چی بوده که میگه در خانه که کمزاد باشه
اگر قومت باشه خوارزادت باشه بیادرزادت باشه اولادت باشه دوش که گل مزن کاگل مزن دو اونا خانه جور نکو بله بله از اینکه اونا پست و کمزاد تو را روز های میکنن سعی کو مگم بور خدمت یک پاپیگه که نگاه کو رو نگاه کو خدمت سگ را کو خدمت می تو کمزاد ها رو نکنن اینی معنایش است سگ بسیار وفادار سگ بکو خدمتش سعی کو شاعر چی گفتن اگه نه سگ می خدمتش بکو انسان میگه سگ کمزاد نکو مگم سگ بکو اونا رو خدا بیامرزه نظری سگ اونا رو بیامرزه بچه خو 2 بجه شب 2 بجه شب نوشته کردم و دعایش هم کردم در مشاعره که گفتم هر کسی که 200 سال پیش 500 سال پیش این نوشته کرده خدای پاک گفتم معافیش کنه گفتم این 2 بجه شب یک بار دیگه هم بخوانش تو گل مزن کا گل مزن دیوار بی بنیاد را کاکا جان آقا خدمت سگ را بکن نه از آدم کمزاد را دیدم بچیم کل دم تو بودی والله بالله که سگ شرفت سرتان شرف داره بچیم میشنوین بچیم از تلفن هم دارین سگ سرتان شرف داره که بیخی من اوزم بلا کافر شام به خاطر کمزادی تانی گپ میزنم بله اگه نه مسلمان کسی گپ نمیزنم سگ سرتان شرف داره خو این جمعی آدمای کمزاد شاید نمیشه هست که میبینم تلفن ها داره دامش گفته میگه چی گفته گل مزن کاگل مزن دیوار بی بنیاد را خدمت سگ را بکن نه از آدم کمزاد را بله او بلازی خدایی چی را چی رقم انسان ها بزنین بازو دیگه مصرش هست شما میفهمید شاگرد اگر ظالم شود گردن زند او مستش یاد نوشد والله بسیار عالی با قرآن هیچ خوبیش بله بله ظالم شاگرد استاد میزنه گردنش میپرونه میگه برو بانک مولا دم بالا تربیت از بسیار خوبش گفتی بسیار خوبش گفتی نظری صاحب این طرف هم خود استاد دیده بودن اینی پلنگ یارو این پلنگ از چی آوردم از چی رفتم بادام باغ ما خودت دروغ نمیگم او وقت چیزا نبود دیگه و زندگی و حالت نبود بیادری دیگه یک مصاحبه دادم بادام باغ دیده بودین در چی شرکت کرده بودین نمایشگاه بسیار کرتی منظم البته ما تو بده سابقه وام پیش ما هست همین وارث وارث جان من خاطر بادام باغ دق میرم نی خوش یک بولانی خوبش پخته میکنم سیاست‌های مردم اهل تشیع است بولانی بسیار خطرناک پخته میکنه خب نبوده کجا براتون پلنگ فکر کنم در وطن ما و شما زگن این در وطن در خودی در کوه افغانستان است پلنگ برفی میگه در پشتو غرانه پلنگ میگن بخاطر ایسای پشتو در خودی افغانستان طبیعی میراثونه سخت ساتن کوي میگن میراث افغانستان این از تلویزیون خارج گرفته نشده این در خودی افغانستان است نظری صاحب خان بچه فهمیدی در خود افغانستان این سعی کنه این دل تازه میشه زندگی بسیار کمچین است در جان میگه که این کس میبینه بسیار کمچین است این اکسونش سعی میکنه تا دلت را والله تبیگیرم اینی اکسا او بار نبود خسای سابقه از خانه کسی رفته بودم فهمیدنی باز پیش مردکی خوشی اومد رفتم ما گفتم بچه‌م بیست یک بلای تا بگیرم رفیقاست پیشم گرفت گفتم یک دو تای دیگه هم بگم خوشی اومد سالی کردم گفتم هیچ چیز ندیده بودم یک دو تای دیگه هم بگم یک دو تای دیگه هم بیچاره داد صحیح خب چی او انگور هم نگاه کردی او بلای تا بگیرم کجا را متوجه استی بلای انگور در این خاطر نگاه کردم که اما تو ما گفتم خیر کشمش میشه خب میدونی یک وقت نگاه میکردم نظری صاحب ولی هر چقدر که چوت کردم جایی ندارم اگه نه یک ماه بعد من انگور بگیرم که اگه وقت بیایی که بر نگاه کنم که بوی خیر نه از تاک کنده انگور دمون نیت کرد کجا رو متوجه میشی بلاز خدا کجا رو متوجه میشی بلاز خدا سعی کو اون دو بالا مانده اون سعی کو بلاز خدا این خود دروغ نیست که دروغ باشه آدم به دروغ یک کار میکنه خب ما کوشش میکنیم در صدد ازی هستیم که هم خرماش و هم ثواب یگان طور اگر پیدا کردیم از طریق فامیلا از طریق دوستا و کسایی را که ما کمک کردیم خانمای بیوه بوده یا مثلا سرپرست نداشته کتش یک گپ میزنیم اگر شو یک کار خیر خدا میگم کی کار کنی خبره دیگه بیخی دیگه جهان میتبریم انشالله باز خدا میربانه روزی پروردگار میرسانه ما 16 سال شده 17 سال شده قدم میزنیم کجاست نگفتیم در جان گفتی باور نمیکنم 17 سال شده دختر جوان میشه صاحب اولاد میشه اما والله بالله بدیم من نفر گفت چرا نمیری 16 منزله رو نشان داد برات گفتم 2000 دفعه گفتم وقتی میریم یک اتاق ندارم که تشناب روی خدا بشیم یعنی 7 منزله که برای ما قواله بده که صبح که رای اتاقام پر شده و دکانام پر شده کاکا جان آقا بگه مر منزلش که در کس میتی بیتی ما گفتم والله گفتم این مرد که اشکارش در خود کدام گپ است
او برات گفتم یک شفرانه گفتم فهمید خوش شما آمد از من گپم یادم گفت اتاق نداره گفتم با 5 منزله رو برش میتا زنکه شل نمیره من گفتم نمیرم بچم در اتاق میباشم قطع از این مردم نمیرم دیگه بیا خیر باشه کوشش میکنیم توکل به خدا دیگه تو که گفتی به زور خدا خطا نمیره به توکل خدا خطا نمیره میشه که اگه خودت هم یک بیا یک چیز بگم نظری دست کارت ماچ کنم با بگم کم نگاه کنم ای نظری صاحب غلط نگی میگم نظری صاحب غلط نگی میگم بچه مرد خاطر تو مرا جوارده میگم خدا بر ما اجازه بره خدا یارتون بچه سلامت برین بچه برین خدا یارتون بچه که بریم دوستا عزیز همینجا یکی از هموطنا یک چیز کمک کرده بود امور برای تقدیم کنیم باز بریم دیگه دلت خب از طرف موسی عباسی 4 ساله است بچه خدا نگاهش کنه خدا نگاهش کنه خورترک بوده در حالت که در بابا کاکا جان آقاش خدمت کرده خدا جان نگاهش کنه بچیم 3000 افغانیش به یکی از پدرای سکته مغزی کرده بود بیچاره برازو دادیم خوب کردی و پول باقیش در موتر بود دیگه باز 8000 افغانی دیگه خواستیم که برای خودت تقدیم کنیم امیدوار هستیم که می کرای جای هم بتی بخیر صحیح خیر توکل ما و شما به خدای جانان صحیح بخیر صحیح دیگه دوستا وضعیت این طرف بیا کاکا جان آقا خود جانم وضعیت کاکا جان آقا را خودتان در برنامه گذشته هم دیدین فعلا هم دیدین زمستان هم در آمدن از بخاریگه که گازی کار خدا خویاره در خورترک کار دارم راستی کار دارم گاز کار است مقصد شوتان وقت گل میکنم باز ما یادت در زیر لاف که دارم گل میکنم برای جنجالی طرف هم که میبینیم یک قصه کنم برات خب یک لاف از ترکیه خریدم یک شب خونه خوردم یک چند وقت پیش یک خونه کک شده باشه او شب دیدم که ولی تو کاش میکنم گروه معلوم میشه تجارتیست دیگه تجارتی مگم نه کمپلکای کونه مستعمل باز میگیم در سر از میپرتم تو کمپلک ما فهمیدم دیگه این طرف هم مرسی است این طرف هم این طرف دروازه 4 طرف واز است واز صاحب خدا یارت قدر مغز خدا بر داده دیگه آواز سرد است بخیر دیدار از بچم دعا کنم 2 3 4 5 6 7 8 این 8000 افغانی که جمله همین تفلک موساجان عباسی را خدا جان لیسه که جورش کنه به حکمت خداییش بچه الهی امین کشور کلان شوه اونم تو در مردم اونم تو خدمت کنه دعای مردم بگیره کشور شما ببینم که از کجا رایی کدم کارم نوشته نکده موساجان عباسی از انگلستان همی پیسر 11000 روان کرده بود 3000 در برنامه گذشته دادیم به کاکا جان تصویرش هم دوستا میبینن دیدم میبینن این 8000 هم خدایار بس ایست دیگه نه اگه حساب نه دیگه خبر اگه حساب 1 2 3 4 5 6 7 8 قربانت 8 سپاسگزار هستیم هموطنان عزیز از این تفلک کوچک که همه احساس داره بسیار خدا نگاهش کنه بچه قد نواسگه که بلبل ما قد گت خدا نگاهش کنه بچه مادرکشان قد مادرکشان خدا نگاهش کنه قد پدرشان که احساس داره بچه برو بچه میشه زنه میشه طفل ناز میسون بگم تو 7 سال خدای پاک شما کار نداره ما هم یک دعا میکنیم که خدا نگاهت کنه بچه مراد بچه برسانه که تو در این حالت در این مردم دما دده کس کمک میکنی بازی نظری صاحب کوشه میپاله خدا داغ اولادش نبینن بچیم خاطر شما یک جای بچیم بخیر باشین خب رسیدیم به پایان برنامه تا دیدار دوباره خداوند یار مددگارتان پیروز و کامگار سربلند باشین زنده باشین ما در جستجوی خواستگاری هستیم والله تو میگیره والله میلون داریم خداحافظ با ما خدا چی جان